به نام خدا، نادر باقرزاده هستم از گروه توسعه کسب و کارهای روستایی همسفر اول و گردشکالا. بیایید این واقعیت رو بپذیریم. امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی روستاهای کشورمون درآمدزایی از اقتصاد خود روستا به واسطه ابزارهای دیجیتال و آنلاین هستش. به عبارتی روستای تو و روستای من یک ثروته که اهالی روستا منشأ این ثروت و برکت در کشور هستند. توانمندسازی کسب و کارهای روستایی از طریق کارآفرینی بخش خصوصی و ارائه زیرساخت‌های هوشمند و همراهی بخش‌های دولتی میتونه اقتصاد روستا رو بیش از بیش متحول کنه. ما در گروه توسعه کسب و کارهای روستایی همسفر اول و گردشکالا با بیش از یک دهه تجربه این امکانات و زیرساخت رو برای روستاهای کشورمون فراهم کردیم و هدف و مأموریت اصلی ما تبدیل کردن هر روستا به یک جاذبه گردشگری خلاق و تبدیل کردن هر روستا به یک بازارچه آنلاین و انتخاب نماینده از اهالی روستا برای توسعه کسب و کارهای روستایی هست. فروشگاه اینترنتی گردشکالا بستری کاملا جدید و متفاوت برای معرفی محصولات روستایی به بازار کسب و کار کشور. استفاده از گردشکالا چند تا مزیت داره که مهمترین اونها شامل یک، کوتاه کردن فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده نهاییه. دو، ایجاد پل ارتباطی مستقیم بین تولید کننده و بازار کسب و کار کشور و در حالت خوب اون کل دنیاست. سه، لذت داشتن کسب و کار آنلاین جدید و بسیار خوب رو توأم با استانداردهای روز دنیا خواهیم داشت. چهار، اختصاص بازارچه آنلاین گردشکالا با توانایی تبدیل سریع محصولات روستایی به سودی سرشار. و در انتهای خبر خوب که قرار شیرینی و لذت کسب و کار اهالی روستایی عزیزمون با الحاق چند تا آپشن بیمه‌ای جدید دوچندان بشه. اپلیکیشن همسفر اول، اولین سامانه جامع و هوشمند گردشگری خلاق و توسعه محصولات روستایی کشور. روستا باعث خلق یک تجربه جدید در گردشگری کشور میشه. با شناسایی مقاصد و جاذبه‌های جدید گردشگری روستایی، معرفی و اقامت در مراکز بومگردی روستایی، خانه روستایی، شما میتونید لذت بیشتر یک زندگی روستایی رو تجربه کنید. یه نکته جالب برای شما گردشگر عزیز، شما در زمان اقامت و یا بعد از اون هم میتونید از محصولات روستایی ما استفاده کنید. آسایش شما برای بعد از سفر هم فراهم میشه. تجربه‌ای در مقصد زندگی روستایی است که هرگز در زندگی معمولی مشاهده نمی‌شود. با ما همسفر شوید برای خلق مسیری پربرکت در راستای توسعه کسب و کارهای روستایی در کشور عزیزمان ایران.